اتحاد اروپا خبر داد که به ضرردیدگان مناقشه مسلحانه ماه سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به مبلغ بیش از 270,000 یورو کمک بشردوستانه جدا کرده است. در اطلاعیه رسمی نمایندگان اتحاد اروپا در تاجیکستان گفته می شود که این کمک برای دستگیری تقریباً 12,000 نفر در برخی از مناطق عظم آسیب دیده در ولایت بادکند جمهوری قرقیزستان و ولایت سوخت، اینچنین وادی رشت و ناحیه لخش جمهوری تاجیکستان سفربر کرده خواهد شد. یعنی به هر نفر ضرر دیده اتحاد اروپا تقریباً 22 یورو کمک میرساند. گفته می شود مبلغ مذکور اتحاد اروپا طریق جمعیت‌های ایالات همراه قرقیزستان و تاجیکستان با مقصد دستگیری عائله‌های آسیب دیده در هر دو کشور، به خصوص آنهایی که خانه‌های خود را از دست دادند، در شکل گرانت‌های نقدی پیشنهاد کرده می شود. جامعه‌های آسیب دیده اینچنین توسط فعالیت و موادهای دیگر از جمله چاره‌بینی‌ها عاید به تبلیغ سلامتی و بهداشت، موادهای گیگینی و کمک روانی دستگیری کرده می شوند. گفته می شود در ابتدایه اما سوال برمیخیزد که آیا یک عائله ضرر دیده با 23 یوروی کمک کدام گوشه ضرر برداشتش را می تواند بپوشاند؟ نماینده اتحاد اروپا گفت مبلغ گذاری مذکور در دایره سهم عمومی اتحاد اروپا به خزینه کمک تعجیلی در حالتهای آفت‌ها، فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و اینچنین برنامه شریکی برای پیشنهاد کمک مؤثر و سراغوی در سطح محل به جمعیت‌های نیازمند پیشنهاد کرده می شود. یادآور می شود ماه سپتامبر در نتیجه مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف بیش از 140 نفر کشته و نزدیک 750 نفر زخمی گردیده، صدها خانه و مغازه و انشاءات دیگر به کامیابی‌اش رفت.